میخوام توی این چند ثانیه بگم چجوری بعد از چند بار شکست تونستم به درآمد ثابت عالی از هوش مصنوعی برسم. من همیشه دنبال سفارش‌های تدوین بودم ولی رقابت خیلی زیاد بود. جدا از اینکه سیستم من ضعیف بود و نمیتونستم کار خیلی خوبی بزنم. بعد مدتی تصمیم گرفتم با هوش مصنوعی انیمیشن بسازم. گاهی با گوشیم انیمیشن میساختم. اولین انیمیشن تبلیغاتیم رو توی لینکدین گذاشتم. کسی نگاه هم نکرد. دوباره شکست خوردم تا اینکه یه انیمیشن کوتاه برای یه مناسبت ساختم و اتفاق خیلی عجیبی افتاد. توی کانال‌های مختلف پخش شد. خیلی‌ها تشویقم کردن که بیشتر بساز. برای مناسبت بعدی یکی دیگه ساختم و بعد یکی از سازمان‌های بزرگ ایران اومد ازم خریدش اون کلیپ رو. اینجا بیشتر مطمئن شدم که آینده توی هوش مصنوعیه. یکی از مؤسسات همون سازمان پیشنهاد استخدام منو داد و الان با هوش مصنوعی درآمد ثابت دارم و الان سعی کردم هر چی بلد بودم و نبودم رو توی این دوره منتقل بکنم و هیچ تکنیکی رو مخصوص خودم نگه نداشتم. به مرور هر چی ضمن پروژه ها یاد میگیرم رو به دوره اضافه میکنم.